صبح روز دیگر خطکشان بیدار می شود و گربه را در پهلویش می بیند. یعنی گربه ها غیب نزدند. این معنای آن را دارد که به نزدیکی خودی او باید غیب زند. اگر در دنیا یک خطکشان کم شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر من بمیرم، تلاش کردم تصور کنم که آن وقت چی می شود. با گمانم این بدترین چیزی در دنیا نخواهد بود. هر انسان روزی می میرد. میزان مرگ و میر 100% است. و وقتی که به این فکر میکنی میفهمی که آسان یا دشوار بودن مرگ با آن وابسته است که عمرت را چی طور سپری کرده ای. برای به دست آوردن چیزی باید چیزی را از دست بدهی. حرفی که در این اواخر همیشه در گوشش صدا می دهد. بر عوض زندگی قهرمان اثر در دنیا تلفن، فیلم ها و ساعت ها غیب زدند، اما نتوانست از بحر گربه ها بگذرد.